سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز به خودم یه چالش دادم و گفتم که باید با فریسبی به طور 6 حرکت یکی از گلدونای خونمونو بزنم. برای همین رفتم یه گلدون از حیاط پیدا کردم و جایی گذاشتم که دوربین بتونه ببینه. شروع کردم فریسبی رو برداشتم و اولینش زدم ولی نخورد، خیلی عصبانی شده بودم. رفتم سراغ ضربه دوم، اینم زدم و باز نخورد، دیگه تلاش من نداشت. رفتم سراغ ضربه بعدی پرتوان و زدم خورد ولی به دلم نشست. برای همین رفتم فریسبی رو برداشتم و هدف گذاری کردم. برگشتم که بزنم، دوباره پام خورد به هدف. خب برای ضربه این برای ضربه زدم، عالی، ولی باز هم به دلم نشست و دوباره رفتم فریسبی رو برداشتم و هدف گذاری کردم. رفتم سراغ ضربه آخر، یعنی ضربه ششم، زدم و خورد و این به دلم نشست و تمام. بله، آخرش هم رفتم گلدون رو بزنم سرگیرش، چون این ممونن میفهمی دیگه، شما خودت بعدشون میفهمی. خب گذاشتم، اینم تقدیم به شما. اگه فریسبی رو دوست دارید به کانال ما یه سر بزنید، سر زدید، سابسکرایب و زدن زنگوله یادتون نره. خداحافظ.